عروسی دارم طریقه رسول الله چی بود؟ ولیمه دارم طریقه رسول الله چی بود؟ عقد نکاح دارم طریقه رسول الله چی بود؟ آیا تخت خینه بود؟ آیا شو و عروس در آرایشگاه رفتن بود؟ آیا تخت جمعی بود در زمان پیامبر؟ آیا یک دل و دلبازی بود؟ آیا یک قدر میله ها بود؟ آیا یک قدر اسراف ها بود؟ بعد سوال کرده شود اگر ادعای محبت رسول الله را داریم صلی الله علیه و سلم. دختردار حق نداره که سر بچه دار تحمیل کنه که 100 نفر 500 نفر 300 نفر. حرام است. لباس اضافگی حرام است. طلای اضافگی نیست در اسلام. ولور تویا نگرفتن بیخی در اسلام وجود نداره. چرا جوانای ما ازدواج کردن نمیتونن؟ ما و شما از پیش خود بسیار فرهنگ‌های بدی را کشیدیم، رسم و عنعنات رواج‌های بسیار بد کشیدیم. همین فامیل ها پدر بچه و پدر یا فامیل دختر بسیار رواج‌های بد کشیدن که مصارف ازدواج بالا بردن. اینقدر بالا بردن به حدی که حالا جوانا ازدواج نمیتونن. وقتی که ازدواج نتونست دست به فحشا میزنن. یعنی بسیاری فامیل ها سبب شدگی است که جوانا را به طرف فساد بکشانند. بسیاری فامیل ها، در حالی که بسیار یک جرم کلان است و یک گناه بزرگ است. در اسلام مصرف فقط مهر است که الله در قرآن میگه و آتوا النساء صدقاتهن نحله، بر زنها بدهین مهرهایشان نحلتا، یعنی عطیه، یک عطیه و بخشش یا یک فریضه است، مهرش بدهین. ولی نگفته که چقدر مهر به اندازه توان. آیات و احادیث که میبینیم مطابق توان انسان، زیرا در احادیث که کسی توانایی داره زیاد داده مهر، کسی که هیچ نداشته هیچ نداده. در حدیث بخاری که کسی هیچ نداشت رسول الله هم نکاحش بسته کرد، هیچ چیز نداشت که در مهر بده. گفت یک چند سوره ها را یاد دارم. رسول الله هم برش گفت زوجتکها بما معک من القرآن، من این خانم بر تو به نکاح در میارم آنچه قرآن یاد داری، برای از قرآن یاد بده. یعنی قرآن یاد بده کفایت میکنه. دیگه مصرف و بالایش نمانده پیامبر سلام. او نداشت، نگفت که برو ولیمه بکو، یعنی نان عروسی تیار کو، طلا فرمایش بده، کالا رو فرمایش بده، طلا رو فرمایش بده، جیزی رو فرمایش بده. این تو چیزا نبوده. اینی ما و شما باید علیه اینی گپا مبارزه کنیم. یک کسی که دیندار است و تقوادار است و یک فامیل خدا زندگیش پیش برده میتونه، بر از او وقتی که خواستگاری میاد ممانعت ایجاد نکنیم. یعنی ممانعتی که هتل و کالا و پول پیسه و زیاد، این در اسلام حرام است. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. وقتی کسی میاد خواستگاری در خانه شما و شما انتخاب میکنین دین از او را اخلاقش، فزوجوه، او را ازدواج بکنین، دخترتان برش بتین. الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض او فساد عریض. اگر این کار نکنین فتنه در زمین پیدا میشه و فساد بزرگ، یعنی زنا و فحشا دامن زده میشه، زنا و فحشا زیاد میشه. در دوران رسول الله صلی الله علیه و نکاح آسان بود، ولی چیز قیمت بود، زنا و فحشا بسیار سخت بود، کسی نمیتوند. نکاح آسان بود و به خاطر زنا و فحشا بسیار کم بود، وجود نداشت. حال ما و شما چرا جوانا به طرف گناه میروند؟ به خاطر که نکاح را سخت کرده. چیزی که هر جوان یک غریزه است، یک خواست است که داره، اگر ازدواج نکنه دست به فحشا میزنه. مهر به اندازه توان. نان ولیمه عروسی، نانی که میتن این کی داده شود؟ اول نکاح شود و الحمدلله جمعی جوان شاید همینطور کرده باشه، نکاح کرده. بعد از این نان به اندازه توانش. دختردار حق نداره که سر بچه دار تحمیل کنه که 100 نفر 500 نفر 300 نفر. حرام است. لباس اضافگی حرام است. طلای اضافگی نیست در اسلام. ولور و تویا نگرفتن خب بیخی در اسلام وجود نداره. ولی یک چیز تویانه میگیره، 5 لک تویانه، یک 60 جوره لباس فرمایش میده. این چی است؟
یک 30 نفر او سوشا جور میکنه و 30 نفر هم خانم آروز جور میکنه. 30 تا را بر زنا گرفتیم، 30 تا را بر مردا. لباس بعض زنا فرمایش میده که لباسای ما مثل لباس آروز باشه، فکرتان باشه که من این تو لباسای عادی را قبول ندارم. حرام است، حرام این چیزا. رسول الله صلی میفرماید که ان اعظم النکاح برکتا ایسرهن مؤونتا. بزرگترین نکاح ها از روی برکت، با برکت ترین نکاح، با خیرترین نکاح که دو خیر و برکات است، ایست که مصرفش کم باشه، مصرفش کم باشه، دیگه برکت است. تمام جوانا ازدواج میکنن و فکرشان در راه دعوت اسلام میشه، در فکر اسلام ذهنشان آرام میشه، دعوت بکنن، کار بکنن به اسلام. اگر در فکر نکاح بود قرض کرد، بعد از او قرضدارش پشتش میاد، یکم تا نکاح میکنه 10 لک 6 لک قرضدار هستم، کل زندگیش در غم است. چرا قرضدار باشه؟ تحمیل کردن نان به بالای داماد حرام است. علمای ما در سر منابر تمام عمر به جز از صدقه فطر و مسئله زکات و پوست قربانی دیگه چیزا را یاد نه یاد کرده و نه بیان کرده. این شما یاد داره. اگر کسی یاد نداره، من یک سوال میکنم، کدام مرد است در این مجلس که برام بگوید که طلاق چند قسم است؟ ما ازدواج میکنیم، ولی وقتی که ازدواج میکنیم بعد ما تمامی مسائلی که مربوط زنا شوهری است این را باید بدانیم. یک مرد برای ما بخیزه بگوید که طلاق اینی قدر قسم است. ملت ما در حالت تاریکی زندگی میکنه. علمای ما در منابر چیزی هم بیان نکرده. ما زمانی که شو و عروس با هم یک جا میشه، شما باور به الله بکنه اگر آداب شب زفاف یاد داشته باشه، به الله قسم اگر زن و شوهری که نو ازدواج میکنه سوره نساء را مکمل به وجه درست بفهمه، انشالله در طول عمر ادناترین رنج و خفگان قطعا در خانواده پیدا نمیشه. ولی با تاسف که ازدواجا میشه، خب گفتم که زن و شوهر حتی قرآن لفظش هم یاد نداره، ترجمه ها را خب بگذار. امروز کدام زن و شوهری که انشالله خشت خانواده جدید میگذاره، اردوش علما هستن الحمدلله، مدرسه را خونده، ترجمه را خونده. ما امیدوار هستیم که یک خانواده سالم و متدین و اینطور افرادی را به جامعه، اینطور اولادی را بر جامعه پیش بره که خیرش به مردم برسه، مردم آزار اذیت نده. ای کاش کل جوانای ما امی آرزو داشته باشه و همه خواهرای ما همینطور آرزو داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید تنکح المرأة لاربع، زن از 4 وجه به نکاح میشه: لمالها و لحسبها، از جهت بالش، از جهت حسب نسبش که این خاندان والاسته، و جمالها، اونجا کلمه لام نامده در روایت بخاری، در روایت ابو داود آمده اونجا لجمالها آمده، ولی دینها گفته، از جهت دین به نکاح میشه. فاظفر بذات الدین. رسول الله میگه خشت اول خانواده است. خسته که تو میمانی کدام خسته است؟ تلخک نباشه، نهال به وجود بیاید که ثمر و میوهش مردم بخوره، دعا برات بکنه. از همینجا شروع میشه آغاز زندگی که چه قسم سیاست را انتخاب میکنی و چه قسم شوهر را انتخاب میکنی. ای کاش که ما وصایای رسول الله صلی الله علیه و سلم همینطور دقیق میدیدیم، سرش عمل میکردیم. امروز تا که بلدنگ نداشته باشه، تا که خیلی فراوان مال نداشته باشه، دختر نمیدم میگه. خو خیر است، اگر توصیه رسول الله عمل شد، زندگی پر برکت و میمنت الله نصیبش میکنه. وقت زیاد نمیگیرم، یک درو برای من میگه وقت کم است. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب کنه که به اصل حقیقت دین خود پی ببریم. واقعا محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که در هر معامله خود توقف کنیم، عالم سوال کنیم و بگیم عروسی دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ ولیمه دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ عقد نکاح دارم، طریقه رسول الله چی بود؟ آیا تخت خینه بود؟ آیا شو و عروس در آرایشگاه رفتن بود؟ آیا تخت جمعی بود در زمان پیامبر؟ آیا یک دل و دلبازی بود؟ آیا یک قدر میله ها بود؟ آیا یک قدر اسراف ها بود؟ باید سوال کرده شود. اگر ادعای محبت رسول الله را داریم صلی الله علیه و سلم، الله محبتش در عمل نصیب ما بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین. مبارد وردنا